ما امروز آمدیم در خانه یکی از استعدادهای نابغه افغانستان، کسی که در طی از این مدت بهترین اختراعات داشته با کمترین امکانات. پروژکتوری را که ساختن اینجا تصویر میده روی سه دو یک نشد. دلیلش یه است که ما باید بتونیم قدمی تو چیزایی که ساختیم مثلا از این کلانش جور کنیم یا اصلیش بتونیم از کشور خود محافظت کنیم. امیدوار هستم هر گوشه از دنیا که هستید صحتمند و سلامت باشین. ما امروز آمدیم در خانه یکی از استعدادهای نابغه افغانستان. ما امروز آمدیم در قسمت غرب کابل، دشت برچی و شهرک صفا. ما فعلا در پیش منزل حسین علی قرار داریم، کسی که در طی از این مدت بهترین اختراعات داشته با کمترین امکانات. ما میریم به طرف خانهشان، دروازهشان رو تک تک میکنیم. دروازه رو تک تک کنم. سلام، خوب هستین؟ تشکر، زنده باشی. اجازه است بیایم؟ سلام خب قسمی که شما میبینین هموطنای عزیز، ما میریم به طرف داخل خانه خود حسین علی. فکر کنم شما پدرش باشین؟ نه ما نیستیم پدرش، ما اینجا همسایه دیگه هستیم. خب باشه، بخشش باشه. خواهش می‌کنم. شما داخل بریم. یک دروازه دیگه هم داشته خانه شما؟ شما در تصویر میبینید ما فعلا در منزل حسین علی جوینده هستیم که در بعد از حسین علی جوینده پدرشان هم در کنار خود داریم که با اونا صحبت های می داشته باشیم. خب در قدم خواست میشه خود معرفی کنیم؟ نام خدا حسین علی جوینده هستم، فارغ صنف 12 از ولایت دایکندی شهرستان. خب چند سال میشه شما در کابل آمدین؟ تقریبا 20 سال میشه. 20 سال میشه. خب در مورد زندگی شخصی خودتان بگوین، شما فرزند چندم خانواده هستین؟ ما فرزند آخر. خب از خودتان که برادرای کلان دارین؟ دیگه ما خودترینش هستیم. خب فعلا در داخل افغانستان هستن، کار وظیفه‌شان چی است؟ خب بکارند. کلان در افغانستان است؟ یک دانشی خارجی. خب شما چند خواهر دارین، چند برادر دارین؟ 3 خواهر.
خب شما دوران مکتبتان در کابل به اتمام رساندین. خب برای آینده چه تصمیم دارین؟ چه پلان دارین؟ خب آینده تصمیم پلان زیاد است، به شرطی که آدم برسه. خب مثلا چه تصمیم دارین در آینده؟ در آینده تصمیم زیاد دارم، مثلا میخوام انجینری بخوانم و یک فرد موفق باشم در رشته. خب انجینری بخش‌های مختلف داره، کدام بخش انجینری رو دوست دارید؟ انجینری مکانیک. آفرین، انشالله که به آرزوهایتان برسین. خب حسین علی جان، برای ما بگوین که چی اختراعات زیاد را شما داشتین، شما رو چی وادار ساخته، کدام هدف را داشتین که اینا رو ساختین؟ اینا کلا از سر شوق علاقه زیاد داشتم، بعد وقتی چیزا تمام دیگه ساخته باشم. خب در طی چند مدت ساخته باشین اینا را؟ تقریبا خب از مکتب 5-6 سال میشه دیگه. یعنی 5-6 سال میشه که روی از این کار کردین؟ تقریبا. خب این سوژه ای را از کجا پیدا کردین که او را شما را وادار کرده باشه که شما این چیزا را بسازین؟ خب اولش اینا شکلا من از تلویزیون دیده بودم، خوشم آمد ساختمش و اینیش هم متکی از پیش. خوشبختانه دوستای عزیز، ما پدر حسین علی جان نیز در کنار خود داریم. سلام پدر جان، خوب هستین؟ شکر، حمد خدا، شما خوب باشین، سلامت باشین. تشکر، زنده باشین. لطف آوردین که جان روانی کردین. تشکر، زنده باشین که دعوت ما را پذیرفتین و افتخار را بر ما دادین که ما بچه نابغه شما را از نزدیک ببینیم. و پدر جان، میشه در آغاز خود یک معرفی کوتاهی داشته باشین؟ من محمد ناصر است، پدر حسین علی جویا. مقصد دیگه اینمی ده کلبه غریبی هستم، مقصدی خودش دیگه نیاره اختراع کده رفته از زباله ها و از چیزها جور کده. ما هیچ کدام امکانات هم نداشتیم، دیگه چی نکردیم که خودش ساخته رفته. خب ایره برای ما بگوین شما چه حس دارین که پسرتان غوغا را در فضای مجازی و در رسانه بپا کرده؟ چه احساس دارین که همچین پسر نابغه و با استعداد دارین که از کوچکترین امکانات بهترین چیزا را ساخته؟ خدا را حمد میکنم، مقصد خدا را شکر میکنم که مقصد این نمی کارا که ریدیست گرفته و موفق شد و پیروز شد باشه. ما هیچ دیگه از ما زیادش چی کنم دیگه که دست تهی است خالی است، هیچ چیز نمیتونه. خب پدر جان، شغل شما چی است؟ شغل از ما بیکاری. فقط دیگه چند وقتا کراچی میبیدم، این چپار شده، این شانه ما باشده دیگه در خانه قرار خواهد چری. پیش از او خام خواه یک کار و کسبی میکردیم که نانور خانه بودم. خب دلیل که کار نمی کنیم نبودن کار هست یا دیگه توانایی شده داریم؟ والا نبودن کار هم هست، توانایی خوب دیگه. ما قرار قدرت کار توان میکردیم دیگه، حالی از من یک کار هیچ دیدم. خب دلیلی که در ولایت دایکنده نماندیم و در کابل آمدیم چی است؟ دلیلی که در ولایت دایکنده زمین نداشتیم، جای نداشتیم دیگه، دهقانی میکردیم. از دهقانی دیگه بسیار صبر و حوصله به سر رفت، آمدیم دیگه برم اونجا از راه های دور که ما یک خوراک و پوشاک تهیه کنیم، باید برم در بین شهر اونجا که غلیمت‌تر است نمیخوایم برم به خاطر. خب در مورد ما دوست داشتیم که مادر حسین علی جان جویا را با خود داشته باشیم. میشه در مورد خانواده‌تون تشکیلاتتون کمی به ما معلومات بدین؟ مادر حسین علی جان که نیال 1 سال نیم شسته که از دنیا رفته دیگه. زیادترین چی دی بعدی ها که دی زیاد دست زیاد نمیزنم، دل شکستگی به خاطر نمزی. خب وضع اقتصادی شما چگونه هست؟
وضع اقتصادی هم خدا مقصد روزگار میچله دیگه اون ترنکی باید دست خود داشته باشی که یک کدام چی کنه مقصد اینمی روزگار تیر موشده و گذاره دیگه اون طوریه که ما باید دست خود داشته باشی که یک کدام ای را چی کنیم اکمال کنیم و از این استفاده کنه از این چیزهای استفاده کنه این چیز نمیتونه بخاطر از این که این دیگه دست تنگ است هیچ چیز نیست کاروبار نیه زندگی نیه همونطور مقصد دیگه شو ترک و سو بیدا کنی به این رقم بس خب فضای خانواده تان چگونه هست؟ رفتارهایی که در خانه صمیمی هست؟ خوب هست؟ نیست؟ خوب است حمد خدا یک چند اولاد دارم اینا که با این خوب بسیار خوب است بسیار گزارش خوب است زندگیشم به حال نرمال پیش میره هیچ کدام مشکلاتی نداره خب کاکا جان دیگه پشتش چی میگردیم میگه که نان و پیاز باشه پیشانی باز همین کلش به یک دنیا میارزد و ما خیلی خوشحال هستیم همتون عزیز ما خیلی خوشحال هستیم که با این شرایط کنونی ما یک خانواده ای را با خود داریم که با کمترین امکانات بهترین چیزها را ساخته و پول اصلا یک چیز دیگر هم برای شما میگم پول نمیتونه که دلیل برای رسیدن به موفقیت باشه فقط اراده مهم است وقتی در زندگی اراده داشته باشی انشالله به هر جای میرسی و شاید هزاران خانواده‌ای باشه هزاران فامیل باشه هزاران استعدادهای باشه پشت از این 4 دیواری های گیلی که بهترین استعدادها را داشته باشه اما به خاطر نداشتن پول و وضع اقتصادی خوب کار را انجام بدن. خب حسین علی جان شما این را برای ما بگوین که شما تصمیم دارین که در افغانستان تحصیلات خود ادامه بدین یا در خارج از کشور؟ از مکتب فارغ شده بودم اینجا وضع اقتصادی ضعیف بود که نتونستم پایتون برو بعد دیگه طالب دیگه نرفتم ولی اگر چی خارج فراهم شد زمینش دیگه شد اینجا بریم خوبتر است ایده‌های جدیدتری سطح تحصیلش بالاتر است خیلی تا هنوز کدام پلان برای آمادگی خواندن آمادگی کنکور خواندن داشتیم یا امتحان کنکور داریم یا نه؟ او را نه نکنم خب فعلا آمادگی نمیخوانین؟ نه هیچ نخوانیم اگر فعلا در نظر بگیریم شرایط خوب در زمانهایی که ما امتحان کنکور میدادیم خیلی شرایط سخت بود نمرات بالا بود و فعلا شانس بچه ها در رشته انجینیری و این چیزا هم نمراتش پایین شده و هم شرایطش هست تا ای که فرصت فراهم شود تا شما در خارج از کشور بورسیه برین تا وقتا کدام پلان برای آمادگی خواندن امتحان کنکور ندارین؟ خب من اصلش از این مکتب که بود از مکتب به خاطر نمراتم بالا نبود به خاطر که چیزی که میخواندیم دمی عرصه وظیفه آدم نبود یعنی در مطابق خواندن ما مطابق کار ما نبود یعنی رقم نه اگه مثلا مطابق انجینری فقط انجینری میخواندیم رقم ما در سر شوق میخواندیم چون شوق داشتم مثلا اونجا که از دیگه چیزا درس میتم ما باز دیگه چیزا را علاقه نداشتم هیچ نخواندم اما تو ضعیف بودم خب حسین علی جان من تا جایی را که فکر میکنم این چیزایی را که ساخته واقعا یک چیزای بدی هست یعنی این چیزا کلا ویرانی و ریختن خون و این چیزا رو به بار میاره دلیل که شما این را ساختین چی است؟ خب دلیلش یست که ما باید بتونیم قدمی تو چیزایی که ساختیم مثلا از این کلانش جور کنیم یا اصلیش بتونیم از کشور خود محافظت کنیم دیگه کشورها رو نمانیم که تجاوز کنه در کشور ما نمانیم که کشور ما رو بیای خراب کنه همین رقم چیزا دست به گدایگیری دیگه کشورها نباشه فقط تولید خود ما باشه خب این خلاقیت هایی را که به خرج دادین و اختراعات را که داشتین کیها شما را بیشتر تشویق کردن؟ تشویق بیشتر مادرم داشت و دوستم
خب تا اون زمانایی که مادرتان زنده بود این کارش تکمیل شده بود یا نه؟ کلا تکمیل شد. خب یک سوالی که برای من خیلی جالب هست که من وقتی میخواستم امروی شما گزارش داشته باشم، صحبت های داشته باشم، یک سوال در ذهن من بود، شما چه کار کردین که رسانه‌ای شد؟ به گوش جهان رسید، به گوش دنیا رسید؟ خب اولش که اینا رو جور کرده بودم کلا دمی خانه ماندم دیگه، بلیش هم کلا خواب گرفته بود دیگه. پس اون بعد باز در دل خود گفته بودم که این تو مانده چی کنم که هیچ کس نبینه. بعدش دیگه یه طرف پیام دادم دیگه، کردم دوست پیدا کردم که برسانه، اما تو بود رسانه‌ای شد دیگه. رقمی باز دیگه رسانه‌ای نمیشد تا که دوست نداشته باشی، واسطه نداشته باشی. خب منظور من این هست که شما تصاویر ایره یا ویدیوی ایره در فیسبوک اپلود کردین، در یوتیوب کردین، با کدام رسانه ایره چی کردین، فرستادین، چی کردین؟ ایره اپلود خود زیاد کردیم در فیسبوک و چی، بعد خب بیننده زیاد پیدا نکرد. بعدش در تلویزیون رایی کردیم و اون خوشش آمد، گفت بیاین دیگه دفعه. خب دقیقاً همو ثانیه ها، همو دقایقی که روی از کار میکردی باورت از این میشد که یک روز اینا ساخته شود، تکمیل شود و تصویرش به کل دنیا نمایان شود؟ رقمی نداشتم. خب بازم چی میکردم که شاید دیگه کلا در شاید، چون چیزی که آدم نفهمه خود در شاید است دیگه، 50-50 از یعنی میشه یا نمیشه. خب وقتی که شما رسانه‌ای شدین، یعنی ما قسمی که دوستای عزیز، ما قسمی که زندگی و شرایط حسین علی جوینده، قسمی که ما زندگی شدیدیم، در یک گوشه از غرب کابل زندگی میکنه و باورتون میشد که یک روز شود که مشهور شوی و همه به تو احترام داشته باشن، کل دنیا تو را تعریف بکنه، دعا بکنه و رسانه ها پشت دروازه تا تک تک بزنه که بخواه با تو در ارتباط باشه، یعنی گزارش را از این چیزایی که ساختی از شما بگیره. باورش داشتین؟ رقمی نه دیگه. خب حالا که شده، فعلا قسمی که دوستای عزیز من در اول گفتم، یعنی حسین علی جان غوغا را فعلا در رسانه های افغانستان به وجود آورده، یعنی سرتیتر خبرها شده و از این که فعلا به چیزی که باور نمی کردی رسیدی، چه حسی داری؟ خوب حس اولش خیلی شوق و علاقه بود، ولی باز دیگه یک چند وقت شده معمولی شد. خب چی تا به حال کدام کسی، چه نهادهای خارجی بوده باشه، چه رسانه ها بوده باشه، با پاس تقدیر از خلاقیت هایی را که شما انجام دادین، کدام انعامی، کدام تحفه‌ای، چیزی به شما داده؟ کمک خدا کنه، ولی چیزش اما یک چند نفر بود اومده بود و کمک کرده بود، مثلا میگفت از خارجی پیسه نقران کنه مثلا نیست. خب به دست شما رسید؟ در چند مرحله ساخته شده، در چند مرحله اینا رو خراب کردین و از چی ساخته شده اینا؟ خب اولش اینی سیر از چوب و موبایل، چوب است، موبایل است، کارتن است دیگه. در مرحله دو دفعه بشانم جورش کردم، دفعه دومش جواب دادش کار نکرد. خب این چی هست؟ این پروژکتور.
عزیز ایره بعدا در یک جایی که تاریک باشه بازی را امتحان میکنیم. خب دیگرایش هم میشه معرفی کنیم. خب ایره اول یک چیز دیگه بود که مثلا این دراز میشد و دور میخورد سرش رو بلدید کتر درخت قد نه از اون جور کردم بعد فنچه سرش موندم اون رو پسش کردم. خب این تفنگچه اینجا مانده چی کار میکنه این؟ خب این تو اگر نازی خوبش باشه مثلا میره نفر میکشه برای کشتن ساختیم حالا یک دفعه این من این رویش طرف نکردی حالا من از بین نبری اون طرف همکار ما سعی کده رئیس همون طرف حال همکار ما از بین نبره. شما در تصویر میبینین این مثل این در وسایل جنگی و چیزا نمیفهم این حرکت داره و این چنگکاش که هست در زمانی که این خورد باشه برای مانپاکی و این چیزا استفاده میشه در صورت که کلان باشه میتونه درخت و وسایل سنگین را از یک جا به جای دیگه انتقال بده. یه حرکات مختلف داره. این چنگکاش هست که یگان چیزا میگیره جا به جا میکنه و این تایرهایش رو هم که شما ببینین از سرپوش بوتل ساخته شده، پوشش از کارتن هست و سیمبندی. ماشین هم داره اینجا زیرش؟ ماشینش هم موبایلش. ماشینش از چی هست ماشینش؟ ماشینش دیلم. خب این سیمپیچی و چیزایش بسته بندیش هم شما کردین؟ دوستای عزیز این سیما هست اینجا پشتش به خاطر که اینا رو بگیره. بند سات هست و اصل ساختمانش از چوب هست. این چی هست؟ میشه درون پهباد. دوستای عزیز یک پروژکتور بود که از یک عدسیه کارتن و موبایل ساخته شده بود که این را بعدا به خاطر که به هوای تاریک نیاز داره ما این را امتحان میکنیم برای شما و این هم چی بود نامش؟ یک ربات هست، ربات ساخته و یا یک ماشین شبیه تانگ هست که خودش برش اسم ماینپاکی را داده و یا یک پکه هست که از پوش پپسی پایپ آب میوه و یا از اضافگی های بوتل ساخته شده و این از نخ هست و از چوب هست ساخته شده که پرواز میکنه و کلانش مانده چیزی کلان بزرگ یعنی سلطان اینا تا هنوز مانده که چی هست راکت افکن است راکت انداز است که میشه که در مورد از اینا یکم معلومات بدین که از چی ساخته شده و چی لازم داره اینا. خب این از کارتن است و کاغذ چوبه یکم گوین است بعد دیگه اینایش هم از اون تیرای ریزگگش هم از نل است نلیم سر با اون که میره از اوست دیگه کلا همی چوب دیگه چوب دیگه برای فایر کردنش از آب است و هوا. خب چه از اول که من تصویری از این راکت انداز شما رو دیده بودم من فکر میکردم اینا رو کلا رنگ کرده باشین و از چیز دیگه ساخته شده و این راکت است نه؟ این راکت هایش چند دانه بوتل ساخته شده چند بار خراب کردین چند بار دوباره ای رو ساختین؟ خب این موشکایش تقریبا 5-6 دفعه شده که جور کردیم خراب کردیم از هر چی امتحان کردم مثلا چسبی زیاد چسب هر رقم چسب رو امتحان کردم چسب زید یا و دیگر هر حتی قیرم امتحان کردم که او نته تمامش امتحان کردم آخر فهمیدم که باید لیم کنمش و نتیجه داد. خب دیگه خراب نشده؟ نه بعد از اون دیگه خراب نشد. خب از وقتی که اینا را ساختین تا به حال چند باری رو امتحان کرده باشین؟ تقریبا میشه 4-5 دفعه.
5 دفعه. خب فقط همین 3 تا راکت دارین دیگه ندارین؟ اضافی نساختین؟ 6 تا جور کرده بودم 6 تا. این 3 دانش این 3 دانش تا تکه بود و یک شک زدم خانه همسایه را. دیگه از خانه همسایه هم نوردین؟ دیگه 2 دانش مانده اضافه. خب در صورتی که حکومت شما را تمویل بکنه، روی شما کار بکنه، شما میتونین که واقعیش بزرگشه که بر از همین چیزایی که گفتین استفاده کنین بسازین؟ میشه. من تو واقعیش هم در نظر داشتم که جور کنم. همین را تو اینمی بوتل است اینمی. من میتونم یک کلاهک سرش جور کنم که اینمو کلاهک انفجار کنم و صدا. این دینی واقعی. خب منتظر او چی وقت باشیم که اونم بسازیم؟ خب خیلی هم زود ساخته میشم چی کلای چیشم دارم. بعد پیش 2 ساعت گفتم که بیایی رقمی جور کنم. بعد گفت نه همون سیست رقمی بعد است. اگر نیشتر تو میتونم دمیزی بشانم که مثلا هوا بره بعد دزیمی که بخوره انفجار کنم. خب تا حالا از طرف حکومت کدام تشویق استقبال یا درخواستی از شما شده یا نه؟ نشده؟ خب انشالله بخیر که میشه. خب دوستای عزیز، ما میخواستیم که پروژکتوری را که ساختن حسین علی جانی را امتحان بکنیم. پیشتر کم هوا روشن بود و تصویر نمیداد و فعلا شما ببینید که پروژکتوری را که ساختن اینجا تصویر میده. روی موسیقی هست که یک موبایل سامسونگ 2 سیم کارت داخلش گذاشتم. ایام بود پروژکتوری را که ساخته بود، فقط مانده موشک انداز که میریم در بیرونی را امتحان میکنیم ببینیم که کدام جایی صحیح است یا نیست، به خاطر که حسین علی جان میگه در صورتی که پایین بیایه شاید کدام کسی را اوگار کنه. یک دفعه بریم ببینیم. خیلی استراب شده. پرواز 3 2 1 نشد. نه دوستا بالاخره پرواز صورت گرفت. هموطنان عزیز، در آخر میخوایم یک پیام داشته باشیم از حسین علی جوینده نابغه افغانستان. پیام نیست که هر جوان کلان هر چیزی که داره کوشش کند و توانایی خود بروز بده. از هر چیز، از
از هر امکانات استفاده کنه که در پیش دستش است. خلاص. تشکر بازم، خیلی ممنون. این بود برنامه امروز ما که آمدیم اختراعات برادر نابغه خود از نزدیک دیدیم. امیدوار هستم که گزارش محبت رحیمی خوب بوده باشه و مورد پسند شما بوده باشه. تا گزارش بعدی که من در خدمت شما از آن قرار میگیرم، الله نگهدارتان. تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتید.